خب فصل گرما شده و ما کفترهای قدیمی و جدید و همه رو ریختیم تو هم، با هم ول کردیم. دونشون هم کم کردیم که این جدیدا گوش کنم به حرف. ما مجبوریم که کفتر رو، البته همه کفتر رو دست به دانه بازی میکنیم، گشنه نگه میدارن، ولی ما مجبوریم یکم گشنه تر نگه داریم واسه نوامون که گوش کنه. البته کفتر رفتنی میره، هر چندم که تو به ضرب دانه و ماده نگرش داری میره. اگر که کفتر شهرستان بیاد یا جوجه کشیده باشه خودت باشه. ما میگیم مجبوریم کفتر گشنه تر کنیم واسه اینه. این دو طبقه ما بلندتره، روبرومون هم هست، فقط این هم هست که توی فیلم بهتون نشوندم یکی از زاغدومامون خورد به درکل تو باد، در جا حیوان تلف شد. نش خورده بود، چی خورده بود، یک کلاغمون هم خورده که یک کت شده. نگرش داشتیم واسه جوشی کشی. یک کلاغ آبی جا هست. همین دوره بره در حال شیطنته. گه 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 کلاغ آبیه به جای همین دور اطرافه. با یک کته ولی با ما میشناسه. این هاشش سلطان اومد بیرون. این خورده یک کت شده کلاغ آبی. یه نکته جالب بچه‌ها، این که بچه‌ها سوال کرده بود واسه این دونه چربیای چشم کبوترها مثل این. ببینین که این چشم اینو این چیز خاصی نیست. این یه واحد لینک و پک بهش دادیم، دو تا واحد دیگه بهش بخوره این شروع میکنه به اضافه شدن چربی. چیز خاصی نیست، نه قده کثافت، نه قده سالک، نمیدونم سرطان چیزیه. این واسه در اثری که پرش خورده بود، خورده خوابیده، زمستونی دانم زیاد خورده، داخل برونه چربی گرفته. معمولا کفترها تو دور چشماشون، دور پلکاشون چربی میزنه. خورده و خوابیده چربی زده ایو. هوا بسیار گرمه، یک کوچولو باد را افتاده الان. حتی اینا یه 5 دقیقه پریدن، بعد ولشون کردم جدید دارم خودشون. اکثرشون پر ریختن چون تغییر فصلیم. دونشون رو کم کردیم، دونه تابستونی میدیم بهشون. این دم سفیده مریض بوده، خوب شده. مریض خیلی بد. این کار زرد جدیده. و کلاغ کربلایی جدیده. این کرمونی هم هست، جوجه
جوجوها تن بالا با این سال هفت رنگ اونجا داره قول میزنه. سال هفت رنگ زمین گرگی اینم جدید ولش کردم. اون سال پشتش هم چینیه، پشتش هم جدیده. یه خوشگل دیگه هم بود. یک کرواتی سرخ قشنگم اینجا، اینم جدیده. ماشاءالله بیاین کفتر ریش. این ریش داره. شب ساعت 8 شب سر به تاخ برداشت، مال کاشمره. رفت 11 شب تو تاریکی اومد. کفتر شب پره. 11 شب اومدم دونه بدم، از بالا آسمون خودش انداخت پشت بام. ماشاءالله به ذاتی کفتر. ماشاءالله بینید سرخ کرمونی. اینم خیلی خیلی از بچه ها میگن چطوری شما اینجا با این دکل و این کفتر هوا میکنی؟ یه عشق دیگه کفتر، باز خودشون میدونم ما چی میگی. تقریبا یه سال هست ما اینجا شروع به کفتر بازی کردیم. 10 سالی بود کفتر نداشت، یعنی ما اینجا نبودیم کلا، خونه جای دیگه بود. قدیم اینجا کفتر داشت، اینجا خونه پدر. بعد برگشتیم اینجا خونه پدر. چه خواهم مشخصه چقدر قدیمیه. این توری رو امسال زدیم، توری قدیمی این گوشه معلوم میشه با دو تا کولر وسط بوم. این دکل پشت ریزگاهمون خورده. اینم این طرف زدن جدید، کورمون کردن دیگه. ولی به هر حال با وجود این دکل و این 4 طبقه بازم ما عشق بازی میکنیم برای خود. کفتر بازی قرار نیست که همه شما کفتر رو هوا کنی، که همین که ولش کنی برات قور بزنه تق کنه راه بره، خودش کار دنیای عشق داره. عشق بازیش هم به همیه. مهم هم نیست کفتر چی مخه باشه. مرسی که ما رو دنبال میکنین، مرسی که ما رو نگاه میکنین.